سلام به دوستان عزیز. اون گیمی که قبلا ویدیوشو مانده بودم مش آرینای انا کلیک میکنیم این قسمت میره داخل برنامه داخل بازی. چون برنامه اینترنتی هم اگر وصل شه این قسمتی که علامه تیک داره چی روزانه شما میتونید اینجا برداشت کنید جایزه روزانه. این قسمت هم یک چی کاملی داره هدفی که وارد چین میاره چه 28 روز هر روز یک دانه از جایزه رو میتونید برداشت کنید. دیگه قسمتی کلیک کنین از این میتونین انتخاب کنین سلاح ربات ها خریداری کردن اینجا نشون میده به شما. دیگه وقتی که رو خود از اینا کلیک کنین هر یک از این ربات ها که شما دارین اینجا خود ربات میتونین لیولش بالا ببرین یک دیگه بخرین. این قسمت که هست جایی که فعل میکنه سالار میتونین تبدیل کنین خریداری کنین. این از دو تا داره یکی چپ یک راست از این میتونین خریداری کنین. این قسمت رو که بزنین اینجا هر قسم مرحله که داشته باشه شما از طریق از میتونین وارد بازی بشین. مثلا رو بازی کلیک میکنین که برای وارد بازی بشم. من از اینجا وارد بازی میشه. شما از اینجا هر تعداد رباتی که داشته باشین میتونین انتخاب کنین که با کدوم یکی بازی کنین. مثلا که من اینو انتخاب کنم یا به گزینش کمی سرعتش بیشتره و بعضی اینا کمتره. از میتونین سرعت حرکت میکنین یا فیر میکنین. شما میرین تعداد ربات ها رو بعد از بین ببرین.